امروز واقعا ما در همایش سطح بین المللی علمی قرار داشتیم که آن هم نام دارد خوانش سینایی. واقعا خلق تاجیک با داشتن بزرگان خود در همه سمت‌های علم از زمانهای قدیم آبروی خاصه دارد و امروز که معروضچی پروفسور بنداев سراج‌الدین گداєв بودند، پهلوهای گوناگون تحقیقات علمی خود را که فراگیر کل حیات استاد می باشد با اهل نشست و شنوندگان پیشنهاد کردند. واقعا بنداев سراج‌الدین گداєвич عالم می باشند که دارای مکتب بزرگ علمی و تعلیمی اند. زیر راهبری استاد بیش از 15 نفر رساله های نامزدی و دکتری را دفاع کردند. بیش از 300 اثرهای علمی، تعلیمی و متدی استاد از چاپ برآمدند. استاد در همایش‌های سطحی بین الملل دولت‌های علایده جهان شرکت نموده علم تاجیک را معرفی کردند. امروز دستاوردهای استاد با مقاله‌هایشان، با مونوگرافیاهایشان، با کتاب‌هایشان و پتنت‌هایی که به قید گرفته شده است اثبات می‌گردد.